لیست مغز ترکون ترین فیلمایی که میتونید ببینید: شاتر آیلند اسکورسیزی، این فیلم همه نمیفهمن. 7 احتمالاً یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده به دست بشره. حس ششم بهترین فیلم ام نایت شیامالان و اوج بروس ویلیس. اینترستلار نولان، هنوزم به این نقطه خیره میشم و بهش فکر میکنم. ممنتو نولان مثل آلبوم اول متالیکا به نظر بعضیا بهترینشه. فایت کلاب هم دقیقاً اون فیلماست که بعضیا نمیفهمن ولی مغز همه رو میترکونه. یک ذهن زیبای راسل کرو و اوج جنیفر کانلی و اتریس. دنی دارکو رو شاید همه نپسندن ولی برای کسی که بپسنده شاهکاره. اکس ماچینا از بهترین فیلم‌های رباتی هوش مصنوعی که تا حالا ساخته شده. ریکوئم فور دریم آرانوفسکی احتمالاً از بهترین فیلم‌هایی که تا حالا ساخته شده. د فاونتین آرانوفسکی به جای مغزت روحت هم جلا میده. گانگر تا آخر عمر یادت میمونه. باترفلای افکت هنوزم میشه در موردش حرف زد. دی آدرز یک کلاسیک نیکول کیدمن. پریدستینیشن واقعا شوکت میکنه. د گیم یک کالت کلاسیک دیوید فینچره که دیگه مثلش نیومد. آسمون وانیلی تام کروز، صرفا این فیلم فوق العاده است. ویکینگ لایف ریچارد لینکلیتر زیاد دیده نشده ولی مغز ترکونه. پرسونال شاپر هم فیلم آرومیه ولی هنوز عجیبه. آخرش هم انمی از دنیس وینلو که اون سکانس آخر ذوبت میکنه. شما چه فیلمای مغز ترکونی دیدید؟ تو کامنت ها بهم معرفی کنید. لایک و فراموش نشه تا لیستای بیشتر بذارم.